پورای خبرها منتخب فوتبال تاجیکستان تحت راهبری متخصص خرواتی پتر سگرت اولین بازی خود را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2022 برگزار نمود. در دور اول ملی پوشان تاجیک با همتایان خود از میانمار دیدار انجام دادند. نتیجه واخوری مذکور در سوژه اولی برنامه. منتخب فوتبال تاجیکستان بازی اولین خود را در دایره رقابت‌های دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2023 بر مقابل تیم ملی فوتبال میانمار انجام داد. دیدار مذکور در ورزشگاه دولون آمورزاقوف شهر بیشکک صورت گرفته با حساب کلان به سود پتر سگرت به انجام رسید. ملی پوشان تاجیک از دقیقه‌های اول رقابت در خط هجوم بیشتر توجه می‌کردند. همین بود که در دقیقه 8 رقابت حقوق اجرای ضربه کنجی را پیدا نمودند. نیمه‌فیزدگر تیم ملی تاجیکستان پرویزجان عمربایف ضربه کنجی را انجام داد. فوتبالبازان منتخب میانمار خواستند توپ را از جریمه‌گاه خود بیرون برارند، اما احسان پنجشنبه با یک ضربه خود کنج دروازه رقیبان را نشان گرفت که توپ به پهلوچوب دروازه برخورد، اما در کوشش دوم شیروانی ماباچوف بالاخره توپ را وارد توری دروازه تیم ملی میانمار ساخته حساب گشوده شد. قسمت اول رقابت با همین یک گل زده فوتبالباز منتخب تاجیکستان به انجام رسید. در 45 دقیقه نیمه دوم میدانداری منتخب تاجیکستان نظر به نیمه اول بهتر و خوبتر بازی کرد و همین بود که مخلصان شاهد زدن با 3 گل دیگر شدند. در آغاز قسمت دوم واخوری یک حمله خطرناک منتخب تاجیکستان را محافظتگر تیم ملی میانمار سوی موه کیوف توسط قاعده ویرانکنی برهم زد که داور مرکز با این محافظتگر کارت سرخ نشان داد. همین طور منتخب میانمار شروع از دقیقه 53 رقابت 10 نفره بازی را ادامه داد. ضربه جریمه‌ای را محافظتگر منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه اجرا نمود. همزمان در مبارزه برای نگاه داشتن توپ بر مقابل او نیز قاعده بازی را ویران نمودند و داور مرکز جانب دروازه منتخب میانمار این نوبت ضربه پنالتی تعیین نمود. حملهگر تجربه‌دار باشگاه استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف از این امکانیت مساعد گلزنی ثمرناک استفاده برده حساب را 2-0 گردانید. بعد از 2 دقیقه اجرای پنالتی محمدجان رحیمов از کنار میدان توپ را به سمت جریمه‌گاه رقیبان ارسال نمود که آنجا شیروانی مامدچویف توسط ضربه سر گل دوم خود و سوم این واخوری را به هدف رسانید. با وجود آنکه شاگردان پتر سگرت 3 مرتبه خط دروازه رقیب را رخ نکردند، اما هنوزم تشنه گل بودند و به خط حمله بیشتر مراغ ظاهر میکردند. همین بود که نیمه‌فیزدگر منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه که یکی از بهترین واخوری‌های خود را با پیراهن تیم ملی تاجیکستان انجام داد، از مسافه دورتر ضربه دقیقی را انجام داد که توپ وارد توری دروازه شد و همین طور منتخب تاجیکستان با حساب 4-0 میانمار را در بازی اول رقابت‌های انتخابی جام آسیا 2023 شکست داد. اگر ما مسابقه بین المللی جام نوروز 2022 را که ماه مارس برگزار شده بود با این نوبت نگیریم، تیم ملی تاجیکستان در بازی رسمی تحت راهبری پتر سگرت اولین غلبه خود را به دست آورد. بازی خیلی دشوار بود از سبب هوا بهت گرم. نمیدونم چی با ساعت 4 بهت گرم вообще یکم تایم вообще دویده نشده بود. با این نگاه نکردم و با یاری همه بچه‌ها یکم گل رو زدیم. فکر میکنم کمتر آسان‌تر شد و نسبت بازی چی گفتن یم بازی ما خیلی خرسندیم که غلبه کردیم با حساب بزرگ فکر میکنم و این دسته میانمارم دسته خیلی پرقوت است و این победа رو ما به همه مردم تاجیکستان چی میکنیم تبریک میکنیم.